میدانید در کشور ما افغانستان قبل از اسلام زرتشتی و بودیسم رایج بوده است. دین مردمان اولیه کشور ما زرتشتی بوده که این دین با ظهور پیامبری به نام زرتشت در بلخ 1000 سال قبل از میلاد آغاز شد. سپس گسترش یافت و صدها سال آیین مشترک افغانستان و ایران بوده است که آتشکده مذهبی نوبهار بلخ از آثار این دوره می باشد و همچنان در دوره زرتشتی بود که تمدن هخامنشیان از جغرافیای کهن ما یکی از 5 تمدن بزرگ آسیا شمرده میشد. در 305 قبل از میلاد آیین بودایی در کشور ما نفوذ کرد که با گذشت زمان و با ساختن معابد توسط حکمرانان وقت مردمان زیادی خصوصا مردم بامیان به بودیسم روی آوردند که بالاخره در 870 میلادی با حملات عرب‌ها دین اسلام به افغانستان رسید و روند روی آوردن مردم ما در قرن 11 میلادی تکمیل شد. به نظر دین اسلام تا چه زمانی در کشور متغیر الفرهنگ ما باقی خواهد ماند؟